یک کمیسیه آمریکا روز چهارشنبه توصیه داده است که حکومت این کشور تاجیکستان را همچنان در روی خط کشورهای محدود کننده آزادی‌های دینی نگه دارد، چون مناسبت آن با دینداران و اقلیت‌های دینی چندان تغییر نکرده است. کمیسیه آمریکا برای آزادی‌های بین‌المللی دینی در گزارشی که روز 21 اپریل نشر کرد گفته است حکومت تاجیکستان سال 2020 نیز نگذاشت که افراد اعتقادمند آزادانه از حقوق خود برای آزادی دین بهره برند. همکارم میرزا نبی خالقزاد این گزارش رو پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. درود بر شما. خوب، در این گزارش دقیقاً درباره آزادی‌های دینی در تاجیکستان چی گفته شده است؟ ببینید، اقلیت‌های مذهبی تمام ادیان زیر فشار بودند و بخصوص پیروان جریان سلفیه که در تاجیکستان یک جریان افراطی و ممنوع اعلان شده است. در این گزارش که هر سال نشر می شود آمده است در تاجیکستان هر آیین و یا قاعده دینی را که حکومت مخالف به ارزش‌های مذهبی حنفی می شمارد خارجی نامیده و آنهایی را که این گونه آیین‌ها را اجرا می‌کنند جزا می‌دهد. و در گزارش آمده است که سرکوب آزادی‌های دینی در تاجیکستان از سالهای پیش ادامه داشت و حکومت از سال 2017 بیشتر از 2000 مسجد را که به گفته مقامات ثبت رسمی نداشتند به چایخانه و مکتب و دیگر مؤسسات دولتی تبدیل داده است. عین زمان در گزارش سالانه این کمیسیه آمده است که حکومت تاجیکستان با نگرانی از افزایش گرفتن تندگرایی مذهبی در عموم آزادی‌های دینی را محدود کرده است که این برعکس عقیده‌های افراطی و تندگرایی دینی را زیاد می‌کند و بر ضرر کشور بوده است. خب، با شما گفتید کمیسیه توصیه داده است که تاجیکستان در روی خط کشورهای محدود کننده حقوق دینی نگه داشته شود. این برای کشور چی معنی دارد؟ بن انشالله پیش از جواب به این سوال شما میخوام واضح کنم که کمیسیه آمریکا برای آزادی‌های بین المللی دینی یک نهاد مستقل است که آزادی‌های دینی در جهان را نظارت میکند و به حکومت آمریکا توصیه میدهد سیاست‌هاش را با شریکان و دیگر کشورها چگونه پیش برد، تنظیم کند. فهرستی که تاجیکستان سال پنجم است در آن شامل می شود روی خط کشورهای مورد نگرانی خاص است و جای آن کشورهایی است که وضع آزادی‌های دینی در آنها بد است. کمیسیون واقعا توصیه هم داده است که آمریکا بر ضد آن مؤسسه و یا افرادی که حقوق دینی مردم را زیر پا می کند فشار می آورد، تحریم جاری نماید و از دسترسی به حساب بانکی و یا مالکیت اگر در آمریکا دارند محروم کند. واقعا گزارش همین شام دیروز نشر شد و آیا واکنشی از مقامات رسمی تاجیکستان هست؟ تا به حال چیزی گفتن در این باره؟ بله شالا، واقعا دسترسی ما شد. ما به افشین مقیم سخنگوی کمیته دین مراجعه کردیم و او پاسخ کتبی به ما فرستاده است که این را اینجا دقیقاً برای بیننده ها میخوانم. چنین شیوه بهادی یک ذیل به سطح آزادی دینی در کشور ما منصفانه به نظر نمی رسد. نمونه برجسته همزیستی دینی و مذهبی که در جامعه تاجیکستان دیده می شود شاید ما حتی در بعضی از کشورهای پیشرفته شاهدی آن نگردیم. این است پاسخ کمیته دین. در واقع سال گذشته وزارت امور خارجه تاجیکستان با عصبانیت به یک گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره حقوق انسان در کشور واکنش نشان داد که در آن هم حکومت تاجیکستان را برای به احترامی به حقوق دینی مردم تنقید کردند. وزارت گفت که تاجیکستان چون عضو کامل حقوق جامعه جهانی اکثر پیمانهای بین المللی در ساحه حقوق انسان را به تصویب رسانیده عهده‌داری‌های بین المللی خود را در چارچوب آن سندها به مسئولیت اجرا می نماید. تشکر زیاد و تشکر که این صحبت را با ما کردید.